شما به این پیمان پروژه در کابل دیده بودین که هر طرف بازسازی باشه؟ ما فقط چور دیده بودیم، چپاول دیده بودیم، قصد کردن دیده بودیم، زورمندی و بادگاردی و نمیدونم وکیل و وکیلار دیده بودیم. موتر زیره و شیشه سیاه و یک موتر زیره شیشه های سیاه 20 هم دنبالش بادگاردا، کلش هم ماش ملت ماش دولت میخوردن. یالی ندیدیم که یک شاروالی بیایه با لباس عادی اینجا دیدن کنه، اینطور ندیده بودیم. ولی یالی میبینیم که شاروال خودش میای دیدن میکنه، سارانوال و ولسوال خودش دیدن میکنه، بادگارد نداره، موتر سیاه نداره دیگه. مردم اینطور آزاد میایه و میره، احساس خستگی هم نمیکنه. بالاخره در بخش بازسازی از کارکرد دولت راضی به نظر میرسید؟ 100% راضی هستیم. این همه سرک، این همه پیاده رو، این همه گلدان، این همه آسایش مردم، چی بدی داره؟ بدی نداره، خوبه.